وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. از ابوذر رضی الله عنه روایت است که گروهی از صحابه رضی الله عنهم به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ای رسول خدا، صاحبان مال با پاداش ها رفتند و ثروتمندان همه ثواب ها را با خود بردند. نماز می‌خوانند چنان که ما نماز می‌خوانیم، روزه می‌گیرند چنان که ما روزه می‌گیریم، و صدقه می‌دهند بسیاری از اموالشان را. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا چنین نیست که خداوند ثواب آنچه را که صدقه نمایید برای شما قرار داده است؟ شما در برابر هر سبحان الله گفتن صدقه ای دارید و در برابر هر الله اکبر گفتن صدقه ای، و با هر الحمدلله گفتن صدقه ای، و با هر لا اله الا الله گفتن صدقه ای دارید، و در برابر هر امر به معروف و خوبی کردن صدقه ای، و در مقابل هر بازداشتن از منکر و زشتی صدقه ای دارید، و در نزدیکی یکی از شما با همسرش صدقه ای. یاران گفتند: ای رسول خدا، آیا وقتی یکی از ما شهوتش را فرو می نشاند برای او در این کار اجر و پاداشی است؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: به من بگویید اگر شهوت خود را در حرام می گذاشت آیا بر آن گناهی نبود؟ پس همچنان است که اگر شهوتش را در حلال بگذارد برای او اجر و پاداش است.